گچه بودن که تو رو تارن. آشپزی بلد نه هم شومم گرفتارن. شو میگفتن که ای زن قلیه ماهی بکن جون، خانوادم امشو هستن خونم و مهمون. رومه نکنی حساب به آشپزی هستن کتاب. براشون مجردن تازه دکونی زدن. واقعا یه بون پیاز چند حبسید تفت داده توی روغن. شنبلیله و گشنیز بکوب با جوغن تمیز. تفت داده تو پیاز و نمک بزن به ماهی. ادویه ماهی میگو با مشتلی پشت رو. یه استومه رب گرجه اضافه کن به تابه. تمر ماهی بخیسون تا که بشد رنگ جون. آب جوشم اضافه کن بره بنین پا تلویزیون. تا قلیه ماهی جا بکد یه نامزادی گیر ما بکد.